سلام. من تو ویدیو قبلی درباره نانو بنانا و کارهایی که باهاش میشه کرد از جنس ادیت عکس، کار با عکس ورودی و انواع اقسام چیزهای مختلف صحبت کردم. تو این ویدیو میخوام بهتون خیلی سریع و ساده یاد بدم که چجوری میتونین با ابزار تصویرسازی هوشنگ و با استفاده از نانو بنانا یا ابزارهای دیگه‌ای که داخل قسمت تصویرسازی هوشنگ هست، به عنوان مثال برای یوتیوبتون تامنیل درست کنید یا همون عکسی که هنگام نمایش ویدیو خلاصه نشون داده میشه. ما توی هوشنگ ابزارهای زیادی داریم که شما میتونید استفاده بکنین ازش. هر کدوم از این ابزارها ورودیاشون متفاوته، ولی به عنوان مثال ما میتونیم از ساخت تامنیل یوتیوب یا ساخت عکس با نانو بنانا استفاده بکنیم. خب من جفتشو قراره بهتون توضیح بدم. بخش اول ساخت تامنیل با حالت عادی ابزارهای در واقع هوشنگ هستش. برای اینکه این تامنیل ساخته بشه، این حالت عادی و ساده ایجاد کردن یک تامنیله. من یه عکسی رو اینجا بارگذاری میکنم و همونطور که توی پرامپتش اینجا توضیح داده شده، نیازی که هر توضیحی که میتونم رو بهش بدم. خب من بهش میگم که صورتم رو غمگین کن، پشتم بنویس سلام من اومدم، دور تا دور صورتم رو با ایموجی های خوشحال پر کن، نورهای پشت سرم رو بیشتر کن، تابلو ها رو هم کمی تار کن. خب و اندازه تصویر و ابعاد تصویر رو مشخص میکنم و دکمه تایید و ساخت رو میزنم. خب هوشنگ شروع میکنه به ساختن عکس و به زودی بهمون برمیگرده. خب هوشنگ کارش تموم شد و میبینید نور رو پررنگ کرد، سلام من اومدم و با دقت خیلی زیاد و قشنگ و یوتیوبی نوشت، ایموجی ها رو گذاشت، نورپردازی، صورت من و فوق‌العاده عمل کرد واقعا و با کیفیت 4K این خروجی رو در اختیار من قرار داد. این حالت عادی ایجاد کردن یک تامنیل برای یوتیوب که شما با استفاده از ابزار آماده‌ای که ما توی هوشنگ در واقع در اختیارتون قرار دادیم میتونید ازش استفاده بکنید. حالا من میخوام یه مقداری با یک پرامپت پیشرفته تر ببینم میتونم با نانو بنانا این تصویر رو یا تصویر بهتر از اینو خلق کنم یا نه. من عکس رو آپلود کردم، نانو بنانا رو انتخاب میکنم، رزولوشن رو میذارم رو 2K و یه سیستم پرامپت، یعنی در واقع پرامپت آماده ای رو که قبلا نوشتم و ازش چندین بار استفاده کردم و هی بهترش کردم اونجا پیست میکنم. این پرامپت یه ساختار جذابی داره، مثلا در واقع مشخص کرده که پرامپت کجا شروع شده، کجا به پایان رسیده و لابلاش درباره بخش‌های مختلف صحبت کرده، درباره صحنه، درباره فرمت، درباره نوشته‌های روی تصویر، دوربین و نورپردازی. موضوع رو گفتم، یه ویدیویی ساختم درباره یه فردی هست که تصمیم گرفته از ایران بره و خیلی خیلی ناراحته. کیفیت رو مشخص کردم، ریشیوی تصویر رو مشخص کردم، استایل رو مشخص کردم، اومدم رو نوشته. گفتم یه دونه نوشته بیشتر ندارم و اونم اینه که چرا با رفتن از وطن ناراحتم، وسط باشه، بالا باشه، فونتش بولد باشه و نوشتهش فارسی باشه. دوربین رو مشخص کردم، گفتم تو زاویه چشم باشه و پورتریت باشه و یه عمقی از تصویر رو انتظار دارم ازش. ساعت شبانه روز رو هم مشخص کردم، گفتم نور طبیعی باشه تو ساعت‌های در واقع غروب و مود تصویرم دپ باشه یکم. و دقت بکنین که حالا عکس رو هم من بیارم یه بار دیگه. من اینو شب گرفتم و در واقع نور تصویری که همین الان دارم باش صحبت میکنم. اندازه تصویر رو هم مشخص میکنم 16:9 و دکمه ایجاد رو میزنم. هوشنگ شروع کرد به ساختن عکس. وایسین ببینیم چی کار میکنه. تصویر خروجیمون آماده شد و ببینین چی ساخت. چقدر حرفه‌ای و خفن. کارتونا رو ببینین، مبلو ببینین این پشت. حتی مبلو وجود نداشت ولی خودش طراحی کرد و ساخت. چمدون اینجا گذاشته، نورپردازی این صندلی اصلا فوق‌العاده است. و چرا با رفتن از وطنم ناراحتم، فونت بولد وسط بالا و همه چیش قابل تغییره. در نهایت من امیدوارم که از این ابزارها زیادتر استفاده بکنین و کلا اینو بدونین که از هر چیزی توی دنیا یه عالمه نمونه هست و شما با سرچ کردن میتونین به یه عالمه سایت های مشابه این برسین که سمپل های آماده دارن و شما میتونین ازش استفاده بکنین و قاب های زیبایی رو انتخاب بکنین و بسازین و خیلی کارهای بامزه خلاصه میشه کرد. امیدوارم که این ویدیو براتون جذاب باشه. اگه خوشتون اومد و دوست داشتین این ویدیو ادامه داشته باشه با موضوع مخصوصا هوش مصنوعی و کاربردش توی زندگی عادیمون، برام حتما لایک کنین، این ویدیو رو کامنت بذارین و سابسکرایب کنین و به دوستاتون معرفی کنین که این تنها و بهترین راه حمایت از این مدل ویدیو هست. مرسی ازتون.